فهمیدی یکی رفتیم بازارم قیمت ارزون باشه ای 1000 سوم کم ترا باید نتن فهمیدی یا بالو که یکی 800 هم کدن تا روزی نشه او ای کم کمی او ای ارزون همی بو میته او نگاه کده فهمیده سی گپ ما چاکنیتا اومدی اومدم سوز کردی اومدی اینا خیلی این همی برای تای مرا دیگه غم نتی فهمیدی اینا در دستت بگی و 1000 تومان میفروشی فهمیدی که لباسات برسه ولی نه یکم کورسی یک لباسی بگیری که تا پنجم کورس ببره تا دیپلم گیری تا خاک تو دنت که چیزی باید موتوی نه پوچیو تا من هم بفهمم چی موقعی با تخردت استودنت شدگی ولی با عقل تر شدگی خی 1000 تومان 1000 سوم تمام من خاکم برم موتو مایدا ببر خیلی آدم تمام بره خیر سفرت بی خطر سوق برای سلامت بگردی ای 1000 سوم کم نفروشی الله اکبر من خان برای خوشونو نگاه کن رفتم گوجون شوک یگم تر امره بگی من شوک خب شو یعنی چورا میگیرم یعنی شو بچم تو بکنی بیان چورا بخوام و تمگو که هم بچم تو را بگی گوه بودار برده تم ببرم بودار از پشتشن کن گوه فروشم با ششلیک میخری یه ششلیک چه؟ هشلیک نه دهلیکت میگیرم های کن رفته های کن رفته سونا جان همین سال میگم علف بهت بسور شید علف بسور شید و همین گو ارزون نشید گوش ارزون نشید حیرانم سبب در چی باشه من تو دیر فکر میکنم ما خواهم گو گوسپند که خمون در خونه میقپیم با برای قیمت چی دیگه قیمت چی دیگه خمون میقپیم بهت قیمت ای نیو کو اون یا نکی فربچه بوده یا فربچه بوده یا اولی بیس امیر اولی سودا میکنیم میگیریم وای تا السلام علیکم آقا سلام علیکم نه کاتو دیسی برو همه طرف کجا بس کجا رفتی بودار بدارم گوه ای گوش کاکا همین ما همین گو سودا میکنیم میخریم اکا همین یکنیم تمتیم تا بازار ندرو ورده تم یکنیم ازور نه خیلی گپا گم ندکن همین یک 700 میتم تا نه بار برکت خیلی گم ندکن خدا برکت چه بتا نه خیلی گم ندکن ای اکا یک 700 نمیشه نه مایل خای سیت دیگه خوش میکنیم دو نه اکا بار برکت هم بودار برام کم گوش کن همین نرخ اخیران میکنم اکا من بودار همین بازار ندرو ورده کردم همین دونی میتم تا بار برکت خیلی گم ندکن من خیلی گم ندکن خوب کردیم تو اخی یکنیم ندادی ها یک 700 ندادی و اینو دو ندادی این اکام دوینیم کار ندادی تو چند سومتی گوه اکا اما گپی تمام میگیرم این مسافتی پدرت چند گفت اگه ما دونی کردیم ندادی همین 1000 تومانی گفت اگه 1000 تومانی دمتون ای بچه چی کوکده ایستی تو؟ هیچی میکنم اما پلاکت من این مسکوا میرم بزرگ شدم در این مسکوا با این 3 ماه در بدم زده مالکم ملیسا شد طرف بونه پتنکو کیم خیلی گروه بالا میکنم میرم تمام دیگه بچه اکای محیدین از زنگ نزدی؟ شرکت اکای محیدین ها؟ اوه انا کلا با شرکت اکای محیدین زنگ زده بند رقم ها گرانیتسا رفته گرانیتسا قزاقستان رفته گشته اومده و چیکار کردن نکن البته به هر یکی شما من توصیه میتونم که به شرکت اکای محیدین زنگ زنید شما را ساق و سلامت برده گرانیتسا بگردم میارن البته انا دکومنتدار میشیم پتنتدار میشیم خیلی اکا بکم براو خی رفتنی بدی کو؟ نه دیگه چی با میکنم اون شرکت اکای محیدین خطی میرم گرانیتسا خود شما پتنامونو جا میکنم میگیرم با کار ما دوام دادن میگیرم